تجهیزات آمریکایی با صدای خود از وجود داشتن خوف گاز طبیعی درک می‌دهد که آن از سوراخی قبورهای گازگذر به میان آمده است. این قبورها در ترکیب زمین بوده از حساب وجود داشتن سوراخی اخراج گاز بیشتر به نظر می‌رسد. متخصصان کارگاه جمعیت سهامی پوشیده سوختیان گاز در حدود شهر خوجند و ناحیه باباجان غفورов عملیات تشکیل نمودند. یکی از مقصدها دریافت نمودن تلفات گاز طبیعی و پیشگیری نمودن از حادثه‌های ناخوش است. کار اساسی این برای دریافت نمودن تلفات گازی. خیلی که می‌بینیم از همین جایی که سوراخ‌ها هست کجای وای می‌کنیم می‌بینیم همونجا کجا گاز برندوسکی باشه همونه وای می‌کنادین نشون می‌دهد و یاشکدی فункция اشکدی تو چند خد بسیار وای باشد утечка می‌گوییم همون بالانتر شدن می‌گیرد برای همین ما دو نمود سه جایی که من وای های предположение, что همون газ гум мешад, همون جای سوراخی میکنیم و همین کدامش نزدیکتر уже دیدیم فویزنوکیش بالانکی شد همون جای بوده وای میکنیم همون جای уже کافت سوراخی برطرف مینمویم. پس از خوب شدن مناسبت‌های دیپلماتی و اقتصادی بین کشورهای تاجیکستان و ازبکستان و پس از چند سال توقف دوباره در ولایت سوخت کارخانه‌های صنعتی و بیمارخانه‌ها با گاز طبیعی تأمین می‌شوند. با این مقصد سوختیان گاز نقشه‌های کاری را ترتیب داده مرحله به مرحله برای تأمین نمودن این مؤسسه‌ها با گاز طبیعی چاره‌جویی می‌نماید. سالهای 2022 و 2026 که از طرف جناب ولی قرار و سپارش‌ها شده بود که سالهای رشد صنعت شده بود. برای رشد صنعت این گاز طبیعی جهتاً از طرف اکولوژی تازه بوده و نرخش نسبتاً دیگر سودشوار در اساس میباشد و با سپارشی محترم رئیس ولایت سپارش دادند که برای زمستان گذرانی بیمارخانه‌های شهر ناحیه ولایت با گاز طبیعی که نسبتاً ارزان‌تر میباشد تامین نمودن با سپارشی دستور داده بودند. برای همین هم ما تصمیم گرفتیم که بیمارخانه‌های شهر و ناحیه‌های کاربری نماییم. احتمال است که تا آخر سال 2022 تمام بیمارخانه‌های حدود ولایت سوخت با گاز طبیعی مخصوصاً بوخانه‌های آن را تأمین می‌نمایند. این تصمیم را با سپارش رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده مسئولین سوختیان گاز گرفتند. زیرا حالا در مرحله قرار داریم که فصل سرما می‌آید و باید تمام حجره و تالارها گرم نگاه داشته شود. گزارش مفتون شکر و نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.